آقای مارک یه سرطان شناس معروف بود. یه روز برای یه کنفرانس مهم سوار هواپیما شد تا بره یه شهر دیگه. حدود 1 ساعت بعد از پرواز هواپیما مجبور شد فرود اضطراری داشته باشه. آقای مارک ماشین اجاره کرد تا خودشو به کنفرانس برسونه، ولی وسط راه یه بارون شدید گرفت. به خاطر طوفان مسیر رو اشتباه رفت و گم شد. تو راه به یه خونه کوچیک رسید. یه زن در رو باز کرد و ازش دعوت کرد بیاد داخل تا هوا بهتر بشه. زن برای آقای مارک چای آورد و گفت که میخواد بره دعا کنه. آقای مارک در حالی که چاییشو میخورد دید که زن داره کنار یه تخت بچه دعا میکنه. فهمید که زن مشکلی داره. واسه همین وقتی دعا کردنش تموم شد ازش پرسید دقیقاً چی از خدا میخوای؟ فکر میکنی واقعاً دعا شنیده میشن؟ زن با یه لبخند غمگین گفت بچه‌م که توی اون تخت خوابه یه سرطان نادر داره. فقط یه نفر هست که میتونه نجاتش بده. شنیدم اسمش مارکه. ولی من پول ندارم که برم پیشش. آقای مارک خشکش زد. اشکش در اومد و با صدای بلند گفت خدا خیلی بزرگه. یاد همه اون اتفاق افتاد. خرابی هواپیما، طوفان، گم شدن وسط راه. همش به خاطر این بود که خدا خواسته بود اون زن و بچه رو سر راهش بذاره. چون اونا تنها کاری که میتونستن بکنن دعا کردن بود. اگه هنوز به خانواده رشد ملحق نشدی، احتمالاً دیگه ما رو نمیبینی. ولی اگه این کار رو انجام دادی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.